خب سلام، خیلی مخلصم. کنار علی غفاری زاده معلم نازنین و خفن درجه که سریال زنگ آخر هستیم. قراره یک چالش بی‌نظیر رو کنار هم دیگه برگزار کنیم. آقا زنگ میزنیم به رفیقامون میگیم دعوامون شده. یا اول پس زنگ بزنیم چی میشه دیگه؟ یه سلام علیک می‌کنی؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. ولی یه چیزی بهت بگم. حیف شد که توی فصل دوم سریال زنگ آخر نیستی و واقعا جات خیلی خالیه و اونایی که نمیدونن بدونن ما فیلم برداری کردیم و الان تو پیش تولید کار بودیم. چند وقت پیش فیلم برداری هم کردیم، رفته واسه ادیت. متاسفانه علی نیست ولی خب همیشه در قلب ما هست، همیشه کنار ما هست. این کلیپو تا آخر ببینید، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. مخلص همتونم. آقا کرم داداش به تو میرسه. قرار زنگ بزنیم، قرار دعوادان زاد دادن. بریم آقا. من اولین نفر به مرتضی زنگ میزنم. مرتضی حمید، نه یه مرتضی دیگه. یا خدا، یعنی الان ما باید بگیم که دعواست بیا کمک بیاد. من مثلا یه موقع داستان شده فلان شد. الو داش مرتضی، سلام داش، خوبی؟ فدات شم قلب من داش، من نوکرتم، فدات شم. مرتضی داش، من با چند نفر طرف شدم، پیچیدم بهم داشت دیروز تو خیابون. امروز زنگ زدم فلان میسال، خلاصه کوتاش کنم برات داداش. قرار دعوا می‌خواستم بذارن، من گفتم اول به تو زنگ بزنم. فردا گفت من سرواز دادم. کی کجا الان؟ داداش نه فردا، الان که دیگه وقت شد. فردا داش انگار قرار دعوا گذاشتن، بریم دعوا کنیم. داش کدوم جرأت کرده بود دعوا کنه؟ الان کجا داش بیام؟ داداش الان خونم، الان نه فردا داداش. فردا میتونی داش پاشی بیای خودت تنها، چون من داش دیگه چی زشت داش چی تو خودت بیای. سلطان خودم چی 1000 نفرم با خودم برمی دارم میارم، فقط دستور بده. من سربازتم. من نوکرم داداش، دمت گرم. من میای فردا داداش. با کی دعوا شده داش؟ داداش فردا میای؟ باش چرا من اتفاقا ساعت بود. میام فردا یهو کارمار نداشته باشه جای. کدوم من البته جلد کاره میکنم. کی بوده واسه دعوا کرده؟ داداش دور سرت بگردم مرتضی. من داشتم واسه یوتیوب کار ضبط می‌کردم، بعد فدای معرفتت بشم. والا من که دعوا بلد نیستم، دعوایی نیستم که. ولی دمت گرم. من نوکرم، دور سرت بگم داداش. شما ثابت شده این خاک پاتم. بهت باز زنگ میزنم مرتضی وسط ویدیو هم دورت بگردم. من نوکرم. قلب منی، مرسی. خدا. چی زنگ بزنیم والا؟ به هر کی دوست داری. رفیقای ما جون میدن، خون میدن. کوچه های شهر پر بگرده. یا اول فصل چند الان؟ بزن رو آیفون. رو آیفونه. پنجره اونجا بسته شه. مرسی. الو. سلام آقای سلیمانی. سلام علیکم. خوبی قربان؟ خیلی خیلی مخلصیم. شاکریم داداش. عباس میشناسی منو؟ ابو میشناسم. جان عباس جان، ما اینجا یه مسئله برام پیش اومده، با چند تا همسایه‌ها بحثمون شده. گفتیم اینا زنگ زدن آدم بیاد نکشنمون. گفتیم تو هم رفیقمونه دیگه، حالا یه جوری باشه بگی کمکمون. رفتم تو جلجا بذار بیام الان بیام. الان اینا زنگ زدن آدم بیاد، دعواست دیگه، نصف شبی در کوچه دعواست. با کی؟ با همسایه‌مون سر جای پارک دعوامون شد، خواستم بکشنمون. الان زنگ زدن آدم بیاد. ای بابا کجایی تو الان؟ من الان میام. خدا چقدر با کی دعوا کردی؟ با همسایه‌ها در عباس خیلی مخلصیم. عباس بابا شوخی میکنم باد، یه چالش بود زنگ زدیم مزاحم شدیم، تو رو خدا ما رو ببخش، ولی دمت گرم پرچم ما رو بالا بردی. من والا الان میام. الان تو جلجا بودم والا. خدا الان بیام. جدی میگی یا شوخیه؟ عزیز دلی نه بابا به خدا شوخی بود. شبت بخیر، بگی بخواب داداش. من معذرت میخوام. نه خواهش می‌کنم، در خدمت. فدای تو بشم. دمش گرم. جلجا یعنی رخت خواب. نفر دوم من ابراهیم نظری. برای خرید این پیشواز عدد 7 را وارد کنید. کردم عاشق نمیشم اگه نگاه کنم. الو
سلام ابراهیم، خوبی؟ قربونت برم. ابراهیم یه مسئله پیش اومده، ما یه دعوایی کردیم. خب فردا داشته جان گفتم الان دعواش بلشم بیام. نه الان نه، فردا. الان میتونی بیای؟ آره. چیز فردا صبح قرار دعوا گذاشتن 8 صبح. گفتم اگه بتونی بیای من تک نباشم، تنها نباشم دیگه. 8 صبح شما جون بخواه. من 8 صبح اینجایی داداش. 8 صبح اونجا. تو میگم کارمار نداشته باشی و نیای. نه آقای حرفه چیه؟ هستی؟ میگم 8. آره شما جون بخواه. فردا چه بودم 8 بیای که مثلا 7 بریم اونجا دیگه. 8 بیام 7 بریم اونجا. الو میگه 8 بیام 7 بریم اونجا. با من اصلا خورده حواسم سر جاش نیست. میگم 8 بیا که 9 اونجا باشیم. چشم شما جون بخواه. بعد طرف به این اسم و رستار حالا من اسمشو نمیگم اینجا و بوق بذاریم به خاطر مهم نیست. عشق داشت نه ثابت شده. ابراهیم داشتم واسه یوتیوب کار ضبط میکردم. دم معرفتت گرم عشق منی. کار که بادم. دور سرت گرم. فدای تو بشم. حالا با هم صحبت میکنیم. من وسط ویدیوام. قربونت. مخلص. قلب منی فعلا. نوکردم. خداحافظ. زنگ بزنیم آخه الان. سلام دانیال جان. سلام علی، خوبی؟ خیلی مخلصیم. خوبی؟ شکرم. شرمنده ببخشید بعد موقع مزاحم شدم. نرازش. ساعت 3 صبح هم است. من عذر میخوام از حضورت. اینجا گرم بود، هوا صاف. اونجا هوا چجوریه؟ اول بگو. هوا چجوریه؟ آره. چه میدونم. کولر روشنه. کل روشن. خب ببین دانیال، ما اینجا سر جای پارک با همسایه‌مون دعوامون شده. 12 نفری ریختن سر منو زدن. نه بابا. آره. بعدش هم الان قرار دعوا گذاشتیم. فردا قرار ساعت 8 اونا رفیقاشونو بیارن، ما هم رفیقامونو بیاریم بریم دعوا کنیم با هم. خواستم ببینم هستی شما میتونم زحمتت. علی گرفتی ماریو داری جدی میگی؟ علی تو مردی علی. تو این چند سال پیش تو مغازه نیومدی مرده بودی. باور کن جدی میگم اینو دانیال. الان بیام؟ الان که نصف شب نه دیگه، خداحافظی کردیم، قرار شد فردا دعوا کنیم. سرکی کجا؟ برای فردا ان شاءالله ساعت 8 صبح به امید خدا. لوکیشن بفرست. لوکیشن در خونمونه دیگه. لوکیشن خونم یاد رفته. باش. میای واقعا آخه اسمی ان و همه وحشی ان، بی تربیت ان همشون. حرفای بعدم زیاد میزنن. من دارم میگم الان بیام تو میگی دورت بگردم دانیال. یه چالش بود. دانیال که لات در نمیاد. دانیال تو رو خدا منو ببخش، خواب بیدارت کردم. من معذرت میخوام. بالا نیومده بود. میگم خدا چیه. ای بابا. عزیز دلم. علی عرض فرد نشست رو. خدا وکیلی. دورت بگردم. قربونت دارم. همیشه ثابت شده ای. فدای تو بشم. مشتی هستی. خاک پاتم. یا علی. خداحافظ. ببخشید دانیال جان. خب به این دوستمون زنگ بزنیم. این ابوالفضل. الو سلام ابوالفضل داش، خوبی؟ کردم فدات شم. قلب ابوالفضل جان کجایی الان؟ من خونه. چیکار میکنی؟ هیچ دراز کشیدم. ابوالفضل من الان سر چیز همسایه‌مون اومد برگشت گفت که چیز این سر و صداتون زیاده و فلان، ما درگیر شدیم، منو زدن. گفتم الان میتونی پاشی بیای؟ آره حامد میام. بعد گفتم یه چند نفرم بتونی با خودت بیاری ممنونت میشم. من خودم میام. خودت خودم میام جایی که بهتر چی بگی خودم. دادا چی؟ اینجا یه دو تو ادیت بوف بذار. چیز من میگم داداش این درگیرید بعد بالا یه اشکال نره هر چی باشه من خاطر تو جونم هم میدم. من نوکه میگم یه 20 نفر نمیتونی با خود. نمیخوام. نه خودم هستم. باش پس چیز کن اونو قطع کن یه دقیقه دارم با میگم چیزه الان میتونی بیای من لوک بدم. تو جون بخواه از من نوکرم. به این دروش مروش دا طرف خیلی هر کی میخواد باشه داداش تو رفاقت داشت معرفتت خیلی بالاتر، ولی من میگم
میخوریم ما بیای تو هم یا خونه است یا سردخونه. اینا رو سوسماس استفاده کن. اول باز عشق منی. داشتیم واسه یوتیوب یه چالشی بود که داشتیم کار ضبط میکردیم، الانم دوربینمون داره میگیره. دمت خیلی گرمه عشق منی، دوست دارم خیلی. من الان مثلا داشتم فیلم یوتیوبتون رو نگاه می‌کردم، حامدی عصبانی شد. عشق منی، دور دیگه محبت کرده داشت. چیزی بگو بلندشم بیام. نه دیگه میگم واسه یوتیوب دارم کار دارم. الان گیر داده حالا حال کردی بیای دعوا کنیم بیا. علی میگه یا حال کردی بیای دعوا کنیم بیا. عشق منی، دوستت دارم. من نوکرم، حالا بهت باید زنگ میزنم قلب من. دوستت دارم فعلا، مخلصم. خدا خدا. رفیقای مشتی و با مرامی داریم، دمشون گرم آقا. هر کدوم اینا رو میگه تا زنگ بزنم. زنگ بزن. اگه یکی نبشنویم باحال میشه. همه میگن میام، من نمیدونم داستان چیه. مثلا رو آیفون خوب. آقای سعید دریگوند از واینرای لرستان. یا خدا. من لرستان میخواد پاشه بیاد کرج. راست میدونم من. حسن دست تو بنده بابا. دست تو بنده. سلام. خیلی مخلصیم آقا سعید. خوبی؟ سلامتی؟ صحبت نکن. ساکت. اگه کوچیکتم قربونت برم. مخلصیم. نوکرتم. دست تو بنده بابا. سعید جان فدای تو بشم، دورت بگیرم. سعید جان ما اینجا خب اومدیم ماشین پارک کنیم، خب بعد با یکی دو تا همسایه دعوامون شده. کجا؟ همون در خونه. الان 2 تا واقعا زدن تو سرم. خب واقعا؟ آره الان اینا زنگ زدن آدم بیاد. من گفتم زنگ بزنم لرستان رفیقامون بیان. من نوکرتم. من کوچیکم داداش. ببین ساعت 8 صبح قرار گذاشتیم دعوا کنیم در خونه. 8 یکم ایزینی؟ ساعت چند بگم کنسلش کنم چیکار کنم من؟ اونش 11 و نیم به خوب برسیم قهوه بریم یکم انرژی بگیریم موسه بیاریم خوبه؟ میگم در سعی خدا لعنت. میگه ساعت 11 پاشیم یه صبحونه بخوریم بیایم اونجا بعد دعوا کنیم. آقا سعید خیلی عشقی حضرت عباسی، قلبا دوست داریم. یه چالش بود برای یوتیوب. خواستیم این رفیقا کی پشتمونن؟ فداستم داشت تو دستور بفرما. ما بدبختتون دنیایی رو برات خراب میکنیم علی جان. یا حضرت عباس کوچیکتم هم سعید نوکرتم. خاک زیر باد این علی مدد قربانه. خدا حافظ. واقعا دست خوش. دست خوش بخوشش. صبحونه بخوریم حالا همون بیا سر جاش بعد نمیشم ساعت 11. سلام داداش، خوبی؟ شهدات چم داداش. همینطوری این چت بازی و فلان و بیسال از این حرفات میرم سر رسمتم با بچه ها. این حرفمون شده حالا نمیدونم اسم رستارشون فکر گفتم فردا این قرار دعوا گذاشتن، میتونی اوکی کنی؟ آره داداش ببین کیه زنگ بزنم. زنگ نه بریم سر قرار دعوا بریم. میتونی اوکی کنی فردا؟ آره دیگه میگم بریم دیگه. رسول فردا نیای من اونجا ضایع میشم داداش. من نوکرتم داداشم. فقط اینا یکم گنده موندن. من رو کراستاش خودتونی دعوایی نیستم، میترسم رسول. خیلی بیادبی جلوی دوربین آدم این حرفا رو میزنه. عشق من آقا. واسه یوتیوب چالش بود داشتیم ویدیو ضبط میکردیم. دمت گرم، معرفتت همیشه ثابت شده است. عشق من دورت بگردم. قلیونم که به راه صداش داره میاد. فدای تو بشم. دورت. حالا بهت زنگ میزنم وسط ویدیو هم. دور. مرسی قربونت. خدا خیر باش عزیز. اینا دی بچه این دور بران دیگه. این کرجه آره. این اسلام شهره. آقا سعید یکی از دوبلورای سلام آقا سعید. سلام. حال شما خوبه؟ شب شما بخیر. قربونت برم. مخلصم. آقا سعید شرمنده بخشی بعد موقع مزاحم شدیم.
فدای تو باشم. آقا سعید این ماشین هم میگم تک کار میکنه، گفتن شما مکانیکی هم بلدین. ولش کن اون اصلا ولش. آقا سعید من خب الان اومدم ماشینمو پارک کنم در خونه. خب بعد سر جای پارک با همسایه‌مون دعوامون شد. 2 تا با دسته قمه گذاشته تو سرم. خب چی؟ با دسته قمه 2 تا زدن تو سرم. الان همسایه جمع شدن. بعدش اینا قرار شده فردا آدم بیارن ساعت 8 صبح قرار دعوا کنیم. گفتیم زنگ بزنم شما هم هستی رو کمک شما میتونم حساب کنم. 8 صبح میخواید دعوا کنید؟ به امید خدا کمک کنم. آقا من الان قفلم، تو سر پارک دعوا کردی؟ سر پارک آره سر جای پارک دعوا. تو پارک دعوا نکردم، سر جای پارک ماشین در خونه با همسایه دعوامون شد. بعد گفتم والا اگه بشه رفیقامونو بگیم بیان اینجا نظرن کتک نخوریم از دست اینا. بعد جوری منو زدن بی وجدانا. من هستم داداش ولی فکر کنم من کتک بخورم. عیب نداره حالا رفیق. من هست الان خودت خوبی؟ من 2 تا زدن تو سرم می‌خوردم منگم حقیقتش. گفتم والا اگه رفیقات هستی یا نه کلا میای یا نمیای اینو بگو. دمت گرم. لوکیشن بفرست. دمت گرم. دست شما در نکنه. زاید لوکیشن در خونه. نمیدونم چی بگم. سعی جان چالش بود خب. برای یوتیوب داشتم ضبط می‌کردیم. منو ببخش. چالش ساعت چنده؟ منو ببخش قربونت برم. کوچیکتم آقا سعید. شب شما بخیر. منو ببخش. بازم عذرخواهی می‌کنم حاضر. ساعت گذاشته بودم ساعت. کار داشتم. 3 دقیقه چالشه. آقا من عذرتون ببخشید. من معذرت می‌خوام. شب شما بخیر. آقا به جبران میای. من دور کردم. خداحافظ شما. آخ چه خوردم. رفیقامون چقدر بیادبه. خب یکی زنگ بزنم. چیه دیگه؟ سلام سالار جان. خوبی سلامتی؟ بابا سالار این بچه‌ها یکم تو خونه مهمون داشتم سر و صدا زیاد شد از بالا همسایه اومد. من تا حالا ندیده بودم چون اونقدر گنده بود برای شوف که نمیدونم چقدر سر و صدا می‌کنی و فلان و بسال از نرو. منم گفتم ما مهمون دارم فلان دست انداخت تو صورتم. بعد یه دونه خامون زیر گوشم و فلان بسال منم هیچی نگفتم. گفت فلان فکر نکن نمیدونم هنرمندی فلانی بیساری. گفتم آقا این چه زد منو 2-3 تا چک خامون زیر گوش من. بعد یه آدم زنگ زد اومد اصلا من آبروم جلو مهمونام رفت. بعد گفتم به تو زنگ بزنم بیا اینجا شر رو بخوابونیم. ناموزه صبح شوخی داره میکنه. نه شوخی برای چی سالار؟ من یه سوال ازن شما هیچ جوره این داستان کلا برعکسش باید بکن. شما که ازن کتک نمیخورد داداش مگه من زورو هم نداشت. با میگم یار من قبلا فکر میکردم از سواری بالا فکر کردم استبله اسب ول میکنم. بعد فهمیدم بچه‌شونه بعد یه مدت. الانم فهمیدم بالا گاوداری دارن. یارو اونقدر گنده است. این من نمیدونم چرا سقف پایین نمیاد. اونقدر یارو گنده بود میگم مثلا من دیدمش کرک و پرم ریخت سالا. بابا بریم اون تو رو بران ایسکام کردی ها. داشت دمت که من زنگزم به رفیقم میگم پاش بیا اینجا اینا. آقا آمد یه چیت بگم من خودم دیدم دیگه 1000 تا جا رفتی. شما دقیقا همین داستان برعکسشه. داداش چی برعکسشه؟ من تا حالا از من دعوا مگه تو دیدی این حرفو داری میزنی؟ من اولا اینکه کتک نمیخوری من 1000 بار دیدم. من تا حالا دعوا کردم تو میگی تو 1000 بار دیدم. والا چی بگم ولی من دیدم دیگه شما کتک نمیخوری. من نوکرتم هستم داشت دم معرفت و ادب و شخصیتت کردم. من میگم الان این اتفاق افتاده تو میگی من حالا منو داری خراب میکنی سالار. من میگم اینجا درگیر شدم. منو زدن. من خواهی زیانه شد این همسایه زد چشم گبود شده. بابا زد دندم خورد نفس نمیشه بکشم. ناموسا بگه گریه میکنه. نمیخوایی بیایی این رفیق تو نه به کسی زنگ از خودت بیا. میگم سالار خودت بیا سالار به کسی نگو. تو رو خدا آقا ریسکامون کردی؟ الان نمیای اینجا.
چرا میام ولی میگم الان این علکیه دیگه الان مثلا این داستان من دارم عشق میرزم و میگه علکیه. آقامه جان خدا وکیلی من دارم میخوام الان بیام از تهران. جدی یا علکیه؟ الان میای؟ بابا علکیه بابا. نیومدی یا نمیمدی؟ حالا اگه علک واقعی بود صدقه من 4 لیتر خون نمیمونم از شما. الان 4 لیتر چی؟ 4 لیتر دیگه ولی شما هیچ موقع سوخ نمیدی تو زندگی. من نوکرم یه من 4 لیتر خون دارم اونم واسه شما. من نوکردم سال فدای ادبت بشم ولی داشتم دیگه گریه میکردم دیگه آخرش. من شمارت افتاد گفتم خیر آقا حامد 3 صبح چی شده؟ من چه گذاشته باشه؟ قربونت برم داداش مرسی. من وسط ویدیو هم بهت حالا زنگ میزنم. وسط ویدیو یوتیوبیم ده واسه چالش یوتیوب بود داشتیم ضبط میکردیم و دمت خیلی گرمه مشتی هست. آقا عشق منید لایک و سایب کراک چی بود آقا؟ لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره آقا. کلی بهمون خوش گذشت. با سالارم قطع نمی‌کنم کنار ما با شما خداحافظی میکنه و خاک پای همتون رو امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. کوچیک همتون، نوکر همتون، خاک پای همتون، حامد تبریزی کنار علی غفاری زاده. خیلی خوش گذشت. دمتون گرم. مرسی.